السلام علیکم دوستا، باور داریم سلامت هستید، خوب هستید. یک قصه به خاطر رسید. یک شخص پیش یک کسب آمده گفته است من به همین کار یافتید، من هم زور شوم. های گفته است لیک خوشش به نام آمده گفته است دو امسال بیا. های دو امسال بیاد با گفته است امسال بیا. های گفته استاد من چا کنم که شما منه شاگردی قبول کنی؟ گویا خوشش نکن. گفته است که همین دو پریدن یادیست بیافته. میخوای میشه عاده نشده است. اخیر یک بعد 5 سال آمده است. استاد من تیار شدم. این نگاه شابه که تو جاش پریده. جاش پاره یه برکه یافته است. اصلا شما دیگه گفتگی انگدات کنی. وقتا چی بعضی میشه مشکلات شما میدارن، لیکن پرابلم معنیش همین باشه که یک چیز خوب کردن، یعنی یکم پرابلم سطحی رو شما نشود. سلامت باشید، موفق باشید.